از بعده اوج قلدر آقای خامنه‌ای رسیدین مردم رو به زندگی کوپنی، بعد میایید میگید که از خوبی‌های ما بگید. شما خوبی‌های خودتو بگو، خوبی‌های حکومت تو بگو. نامرد اگر کسی نیاد اونا رو برای مردم تبلیغ نکنه. از کدوم خوبی‌ها بگیم؟ شما به ما بگو. گرسنگی مردم، بی‌برقی و بی‌آبی مردم، ذلت در مقابل کشورهای خارجی، صنعتگر ما، بازرگان ما، تاجر ما، کاسب ما، کشاورز ما. امروز کشاورز از بدبختی خودشو دار زده. از اونا بگیم؟ بریده باد اون زبانی که خلاف حق بخواد بگه. این فریاد مردم رو نمیشنوید؟ این رئیس جمهوری که آمده به قول خودت 30 دقیقه جلوت وایستاده از خوبی ها و امیدها گفته، شما اگر رهبر این مملکت بودی پا میشدی با پشت دست میزدی تو دهنش. نه اینکه مردم رو تشویق کنی، رسانه ها و گویندگان رو ترغیب و تشویق و تهدید کنید که خوبی های ما رو بگید. کدوم خوبی ها؟ صدای ملت رو نمیشنوی؟ صدای مردم رو نمیشنوی؟ جنگی که آوردید داخل کشور، این همه ما رو ذلیل کردید در مقابل بیگانه، نمیبینید؟ یه کسی نیست از فرزندی، نوهی، کسی این مسائل رو بیاد به تو بگه؟ این دور قاب کنای تو که حتما اینا رو به تو نمیگن. یک نفر نداری که واقعیت رو به تو بگه. من 10 ماه پیش گفتم 45 سال شما حرف زدید، ما گوش کردیم. 45 دقیقه شما به حرف ما گوش کنید. بعد میفرستید برای هر کسی که حرف حق بزنه پرونده درست کنه. ما اگر پرونده میترسیدیم، از دادگاه میترسیدیم، نمیآمدیم جان خودمون رو به خطر بندازیم. فکر کردید همه بز اخپشه این آدمای اطراف و دزدهایی که دور و برت نشستن هستن که هر چی شما بگید سرشون رو تکون بدن و مثل توتی جبران تکرار بکنن؟ نه، تمام شد اون دوران. آقای خامنه‌ای امروز دیگه موقع شنیدن شماست. شما هنوز به عنوان رهبر جمهوری اسلامی هستی، اما به شرط اینکه از این قالب خودت بیرون بیای و با ملت باشی، صدای ملت رو بشنوی، انسانهای فرهیخته، انسانهای آزاده، انسانهای خدمتگزار رو بخوای صداشون رو بشنوی و به ملت گزارش بدی، از ملت رضایت بخوای، برای ملت جبران بکنی. نه اینکه بیای دستور بدی فردام آدمای تو و نمیدونم دادگاه‌های تو بیافتن دنبال هر نویسنده و هر روزنامه نگار و هر انسان منصفی که بخواد درد مردم رو فریاد بزنه و بعد اونو بگیرن براش پرونده درست کنن بندازن توی سیاهچال، مثل بسیاری از این آزادگانی که امروز توی سیاهچال تو هستن. این رفتارهای بنی امیه چیه؟ بنی امیه هم وقتی می‌خواستن مردم رو سرگرم کنن، مردم رو به خیلی چیزا سرگرم می‌کردن. با این چیزها، این جنایات، این دزدی‌ها، این اختلاس‌ها، این مال مردم خوری‌ها پوشانده نمیشه. یک راه بیشتر نیست و اونم اینه که این نظام برگرده تسلیم مردم بشه، قبل از این که تسلیم بیگانگان بشید که شما رو مجبور خواهند کرد. ما به عنوان دلسوزان، ما به عنوان رزمندگان، ما به عنوان کهنه سربازان، ما به عنوان فداییان این ملت داریم به شما میگیم از ما بشنوید که به شما رحم میکنیم قبل از آن که کسانی بیان که دیگه به شما رحم نکنند.